ماکت اولیه این ناو که بنا به اصول طراحی باید ماکت ساخته بشه ساخته شده. این ناو وزنی برابر حدود 5 برابر ناوشکن جماران داره با تقریبی که البته خب داریم. تعداد پرسنلش و کارکنانی که باید برای آموزش روی اون باشن حدوداً 6 تا 7 برابر پرسنل ناوشکن جمارانه. ابعادش تقریباً بین 2 تا 3 برابر ناوشکن جمارانه و مجهز به با توجه به وسعتش مجهز به سلاح‌ها و تجهیزات بسیار بیشتری از ناوشکن جماران هستش و این ناو ضمن برآورده کردن نیازهای آموزشی دانشجویان و کارکنان نیروی دریایی انشالله میتونه مأموریت‌های عملیاتی هم به نحو احسن انجام بده. چون این نمونه اول است و نمونهش هم وجود نداره که کسی عنوان بکنه مثلا مهندسی معکوس شده از این صحبت. از طراحی عرض کنم مفهومش تا طراحی اجراش همش در داخل خود نیروی دریایی با همکاری عزیزانمون در صنایع دریایی وزارت دفاع و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انجام شده. همه چیز کار آماده است. امیدواریم که بتوانیم با سرعت مطلوبی کار رو جلو ببریم.